مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست. این سربازانی هستند که در جنگ ها کشته شدند و دههات از مرگ از اینا میگذره. میبینین قبرهایشون منظم شده میره، پاک میشه، سبزهایش گرفته میشه، برایشان گل گذاشته میشه. هر سال برایشان میاین، ازشان استقبال میکنن، یاد میکنن و دیگرها را انگیزه میتن. اینا الگوها هستند برای مردم. ببینین و من برایشان احترام میگذارم به خاطر اینکه که اینا راهشان، ایدئولوژیشان هر چی بوده ولی به خاطر مملکتشان، به خاطر دفاع از مملکتشان، عزتشان، اینیا رزمیدن و جانای شیرین خود از دست دادن. سلام هموطنان نهایت عزیز و گرامی و یک سلام بسیار خاص به هموطنانی که استاد هستند، مبارزه میکنند در مقابل ظلم و بی‌عدالتی طالب. چی از لحاظ تبلیغاتی مبارزه میکنه، چی از لحاظ مالی مبارزه میکنه، تقدیم میکنم. امیدوارم خوب باشه. امروز آمدیم در آرامگاه، آمدیم جایی که انسان های زیاد اینجا دفن هستند و خصوصا مسلمان ها در اینجا دفن هستند و مسیحیان و دیگرها در بخش های دیگه. در اینجا یک تعداد از هموطنان ما از ولایات مختلف هم دفن هستند، چه کوچک چه بزرگ. و ما آمدیم یک فیلمی از اینجا داشته باشم و یک صحبت های هم در این باره ما داشته باشم. ببینید دوستای عزیز، کسانانی که در اینجا دفن هستند ممکن بسیار از ما و شما که فهمیده تر بوده باشند، عالم تر بوده باشند، ممکن آدم های بسیار بدی هم بوده باشند. به هر صورتش اینا همه در کنار هم دفن هستند. سرنوشتشان فعلا یک رقم است، در ظاهر مسئله که همه دفن هستند. میاییم به این که روز ما و شما هم قرار است که به تو جایای دفن شویم و این سرنوشت در انتظار همه ما شماست. این هم نمونه از امو کسایی است که ما یک نفر دو نفرشان در اینجا میشناسم. گرچه جوان خیلی خوبی بود و در اجتماع در بین مردم با یک حالم آرزو از دنیا رفت. در یک لحظه که مریضی برش پیش شد از دنیا رفت متاسفانه، ولی آدم خیلی خوبی بود. متاسفانه همین سنگ قبرش هم افتاده. ببینین جوانی بچه و از افغانستان بود، خیلی خوب بچه هم بود. دو طرف دیگرایش هم هست و خلاصه که زندگی وفا نداره. 2020 یعنی 2020 وفات کردن. نزدیک 5 سال شد که یادم از دنیا رفت با همه آرزوهایی که داشت. یعنی ببینین اینی 1944 کشته شده. اینیش نمیفهم کدام مذهب است، اینیش یهود است، اینیش مسیحی از مسلمانان در بین ازیا است. خیلی جالب است. این دری ببینین از انگلیس آمده برشان چی گذاشته. یعنی 1940. این هر کدام سربازایی هستند که از کشورهای مختلف خیلی 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 یعنی ازشان پاسداری میشه، مراقبت میشه از قبرهایشان. این در اینجا ببینین قبرهایی است که تقریبا یک دوری از ما است. کسایی هستند که فقط به خاطر شکم و خاطر زندگی که خودش تلاش کرده بود و مردن، یعنی قبرهاشون باز شده و شکسته و ریخته و معلوم میشه که قدر کسی در قصهشان دیگه نیست. اگر اون اقارب کسی اگر یک فکری بکنه زیاد است. این تماما نمیتونه. ببینین هر کدام عکسایشون 1965 اینش 1940 قبرش ببینیم این رقم شکسته و ریخته مونده اون عکسایشون. اینا مش نمونه. ما یک تفاوت را بر شما نشان میدم. این به این شکل است، شکسته و ریخته اکثریتش است. این بعد این قبر است که اینجا ببینین که بیخی شکسته، تو نقارمشان نیست، کسی نیست، خودش نیست. این اینطور مانده. یعنی امثال ها میتونی بسیار زیاد است که ببینین هر طرف میتونه شکسته و ریخته است قبرها. این شو ببینین دیگه شد. نه حرمت دولت برشان میگذاره، نه هیچ، خلاصه نه مردم. ببینین دوستا، یعنی میا
هر کدامش قبرهایشان رو ببینین، از جنگ اول و جنگ دوم اینی را ببینین. 19 18 این 19 18 کشته شده. تا به حال این اینطور نگهداری میشه، زیاد پاک صفا اینطور نگهداری میشه، قدردانی میشه. این اینطور 19 16 19 18 19 26 این کلا این اینطور است. اینا را ببینیم، ولی تا حال این میبینین گل گلکاری منظم پاک صفادشان قدردانی میشه. جنگ اول دوم نزدیک حال بیش از 90 سال 100 سال میگذره، یعنی هنوز هم میاین برای اینا ارچ میگذارن، سلامی میزنن، گل میگذارن. رئیس شهر و سایر مردم دیگه هم اینجا شرکت میکنن و از اینا چه میکنن، یاد میکنن و از قهرمانی ها یاد میکنن و سپاسگزاری میکنن. پس چقدر فرق بین اینها از کسایی که آمد دفن، از کسایی که قهرمانی کردن در مقابل ظلم، در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل اینکه که غلام نشوند، جانای خود از دست دادن، هنوز در قلب‌های مردم جا دارن. کسایی که دستتان به جیبتان نمیبرین و بسیار برتان سنگینی میکنن، این که امکانات دارین هدف است، نه کسایی که امکانات ندارن. بیچاره کسایی که امکانات دارین و دستتان به جیبتان نمیبرین، لطفاً دستتان به جیبتان ببرین، دست فقرا و بیچاره ها و خصوصا خانواده شهدا را بگیرین که دیگه این موقع براتون پیدا نمیشه. پول نجاتتان دادن نمیتونه در اینجا، یادتان باشه، پول شما را نجات دادن نمیتونه. پس بیاین از دنیا وقتی که میروین یک دستاورد داشته باشین، مثل یک انسان بیهوده در دنیا آمده و شکم خود پرورش داده و در فکر حال اولاد خود بوده و عیش و نوش خود بوده، دیگه به دیگرها فکر نکرده و تماما دار ندارش هم گذاشته خیست رفتن نباشین که از نظر شرعی در دنیا سخت ازتان بازخواست میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پس از نظر شرعی به این رقم ذره در از شما پرسان میشه و از نظر عقلی هم مثل دیمی که دمیجا بیمیرین و بگندین و پوسیده شوین در زیر قبر و یک چند روزی فامیلتان ازتان یاد کنه، دیگه مثل سایر قبرها که ما میبینیم کونه شده اونجا افتاده، دیگه کسی هم سری نمیدونه. ولی قبرهایی که دو سربازا هست همیشه سبزهایشان پاک منظم، گلا گذاشته میشه، تقدیر میشه، نامهایشان در یک سنگ نوشته هست. از نظر عقلی هم همیشه ازشان سپاسگزاری میشه. بیاین که زندگی خود در مبارزه و خصوصا در مقابل ظالم و بی‌عدالتی تیر بکنیم. اگر از راه مسلح میتونیم یا از راه انگیزه دادن، از لحاظ مالی، هر لحاظی که شما میتونین، هم شرعی را به دست بیارین، هم عقلی را به دست بیارین و یک روز اگر بمیرین به نام نیک همه شما رو یاد بکنن، پیش پاک پروردگار هم سرتان بلند باشه. این روز فراموش نکن. با السلام.